میخوای فارسی رو شروع کنید حتما اینجای خود قرار بدید که شما حرکت فلز رو داشته باشید و یه مقدار خودتون رو به صورت پایین قرار میدید و فارسی رو انجام میدید. همین تصویر میبینید. من نگاه کنید چه کاری انجام میدید. خب رفقا، امروز هم یه آموزش خیلی درخواستاتون زیاد بود. آموزش رو داریم که طریقه فارسی کردن به تازه کارهای عزیز و این روشی که ما امروز میخوایم بهش آموزش بدیم خیلی ساده هست و راحت هست. میتونید این روش رو استفاده کنید که داخل کامنت ها زیاد درخواست دیده بودن. و قبل از اینکه این ویدیو رو ادامه بدین حتما گزینه لایک رو بزنید. فراموش نشه که دوستانی که این ویدیو رو میبینن خیلی لایک هم میکنن و داخل کامنت ها هم حتما نظر چیزی یا ایده داشتی حتما بپرسید. روی کار ما تازه کارها وقتی که میخوان فارسی کنن باید چند نکته رو جدی بگیرن. اول اینکه یک میز کار رو داشته باشن، یه میزی که بتونن سنگ رو اون برش بزنن و یا فارسی کنن و هر چیزی که تو دسترسشون هست. برای میز کار یه بشکه 200 لیتری رو میخوای و چند تا سنگ که اون قرار بدید. همینجا تصویر میبینید ما از بشکه 200 لیتری استفاده نکردیم و از سنگ ها 3 تا سنگ استفاده کردیم. و یک روشی که برای شروع کار که میخوای فارسی کنید، ما سنگی که تو دستتون دارید همونجا خود تصویر میبینید میاد چه کار میکنید. من سنگ رو بچرخونم. برای شروع کار آموزش اونه که تازه میخوان شروع کنن ما یه مدادی رو برمی‌داریم داخل تصویر. اگه نزدیکتر بیاد همونجا که میبینید یه خط کوچیکی رو ما دنبال میکنیم. همین داخل تصویر دیدید و میگذاریم روی میز. حتما برای فارسی کردن یا برش حتما از این گیره هایی که داخل میبینید تهیه کنید که کارتون خیلی دقیق تر و راحت تر خواهد کرد. قرار میدید اینجاهای کار، کنارهای کار یکی هم قرار میدیم اینجاها. خب همونجا که داخل تصویر دیدید ما سنگ رو روی میز قرار دادیم. اینجا تصویر میبینید و یه خطی رو ایجاد کردیم که لبه سنگ و فلزمون رو همینجوری داخل تصویر میبینید این خط رو دنبال میکنه. همینجوری داخل تصویر میبینید خیلی راحت یک فارسی دقیق خواهیم داشت. و برای گرفتن فلز هم خب همونجا که داخل تصویر گفتم این سنگ رو دنبال میکنیم و حتما از این گیره ها داشته باشید. همین داخل تصویر ما بریم برای فارسی. حتما وقتی که میخوای فارسی کنید حتما یه پاتون اینجوری قرار بده. اینجوری وقتی که فلزتون فشار میاد اون قدرت کامل رو داشته باشید. میخوای فارسی رو شروع کنید حتما اینجای خود قرار بدید که شما حرکت فلز رو داشته باشید و یه مقدار خودتون رو به صورت پایین قرار میدید و فارسی رو انجام میدید. همین داخل تصویر میبینید. من نگاه کنید چه کاری انجام میدید. پای چپ هستید میتونید پای چپتون اینجا قرار بدید و اگر پای راست هستید از پای راستتون میتونید و جلو بیارید. چون که ما از پای چپ راحت‌تر هستیم پای چپتون رو جلو میاریم و میریم ادامه فارسی.
در ویدیوهای آینده آموزش فارسی کردن نواره های کوچک، نواره های 5 سانتی 4 سانتی رو خواهیم داشت که به چه شکل شما میتونید خیلی راحت فارسی کنید. حتما منتظر اون ویدیوی جدید باشید.